ایستگاه این ماشین‌های گرانوزن در رو برای بینای شبکه‌های برقی منطقه کلاب سبب شکایت‌ها شده است. بعد از تصادف مرگبار 6 اوگوست قرار گرفتن ماشین‌ها در اینجا که همچنین در پهلوی بازار مسائل بیناکاری است، رهبران اداره برق را نگران کرده است. ماشینایی که در نزد کارخانه ما میستن صاحب درکشون او پرایرا در بازار هستند. و نمیدونم کی هستن نیستن که بازرسی دولتی автомобили هم زورش نمیرسه کارهای داخلی را. ایستگاهی غیر رسمی در شاهراه بین المللی قرار دارد. هر روز ده ها ماشین خرد و بزرگ از اینجا به سمت بدخشان می روند. ماشین باربری که شام 6 اوگوست در کلاب 12 نفر را کشت از همینجا از پهلوی این ماشین ها گذشته بود. رئیس اداره برق بارها از مقامات منع کردن ایست را در اینجا طلب کرده است، اما نامه های زیادی او مشکل را برطرف نکرد. بسیار سوالی خوب دادین. امی سوالمو امی قدر تاریخ مکتوبو نشده است. تاریخ تلفنی هم شفاهی هم نشده است. راننده ها برعکس میگویند کسی از کاری آنها ناراضی نیست. آنها نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند، تنها گفتند مراجعت شود ماشین ها را خواهند گرفت. ایستی ماشین های زیاد در اینجا سؤال را هم خلق کرد که آیا این یک منطقه رسمی است؟ در پهلوی شاهراه بین المللی بدخشان کلاب دوشنبه نه تنها بازار مصالح ساختمانی بلکه ده ها اداره دیگر موجود است. اینچنین راه این مکان در نشیبی طولانی قرار دارد. کار نکردن فیشنگ ایست بار دوم است که در اینجا حالت خطرناکی را به میان میآورد. رهبران شبکه برق کلاب میگویند مقامات باید پیش از آن که اینجا تصادف دیگری هلاکتبار روی دهد به قرار درستی رسند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.